سلام، وقت بخیر. من عنصرم یا همون المنت. تو دعوتی به اولین قسمت از صغیر. و قبل از همه چیز بهتره بدونی درباره اینکه این برنامه چیه و هدفش چیه و شاید حالا سوالات برطرف شه که چرا دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. اول از همه قرار نیست مثل اکثر افراد فقط بیام بهت بگم این کارو کن اون کارو کن زندگی بهتر میشه این کار انجام بدی. نه، من اینجام تا با همین مسیر رو طی کنیم و با هم به اون هدفی که میخوایم برسیم و با هم به اون چیزی که نمیخواد بذاره به اون چیزی که حقمونه برسیم و با هم بهش غلبه کنیم. دومی که این برنامه تا وقتی که من به هدف برسم ادامه داره تا جایی که الان چیزی که رویای منه تبدیل به داشته‌هام شه. و حالا بخش آخر توضیحات بخش اصلی این برنامه است. چه اتفاقاتی قراره توی این برنامه اتفاق بیفته. توی این برنامه میخوایم بدنمون، فکرمون و طرز نگرشمون رو رشد و ارتقا بدیم. شاید الان که بخوای بهش نگاه کنی سخته. اگه اینطوری بهش نگاه کنی تو و من الان صفریم و شاید منفی صفر هم باشیم. پس راه سختی پیش رو داریم و حالا میرسیم به قسمت اول برنامه ما، تغییر. این قسمت در مورد شروعه. شروع کردن همیشه سخته. اگه به فکری به سرت نزنه شروع به کاری نمی کنی و اون موقع است که کاری انجام نمیشه اگه تو شروع نکنی. چند نفرمون میدونیم که معنی لغوی شروع چی میشه؟ آیا اصلا تا به حال بهش فکر کردی؟ فکر کنم من جوابتون رو میدونم. نه، قطعا نه. ولی مشکلی نداره. ما اینجاییم که کنار هم رشد کنیم. معنی لغوی شروع میشه اسم اولین قسمت یا مرحله از هر چیزی، جایی یا لحظه‌ای که از آن کاری شروع میشود شروع نامیده میشود. پس حالا که معنی شروع میدونیم بهتر شروع کنیم. ما همچون از نسخه بهتر خودمون فاصله داریم، نیاز نیست برای شروع خودمون رو با کسی مقایسه کنیم. ما فقط باید خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. من میخوام باهاتون صادق باشم و بگم چطوری الان دارید منو میبینید و صدای منو میشنوید. پس به نظرم به این حرفم دقت کنید. من همیشه آدم کمال‌گرایی بودم که میگفت نه نمیشه، هنوز کامل نیست و در روز با هزار نه مواجه بودم. نه، من نمیتونم بهتر باشم. نه، من هنوز کامل نیستم و با نمیشه و نمیتونم خودم و کارم رو عقب مینداختم و یک روزی از خواب پا شدم. با خودم گفتم تا کی میخوای بگی کامل نیست و هنوز عالی نیستی؟ و اون موقع بود که از خواب پا شدم و از اون به بعد هدفم، آیندم و چیزی که میخوام بهش برسم مطمئن شدم بهش و یک تصمیم گرفتم بیام و این مسیر پیشرفت رو به صورت ویدیو ضبط کنم و به همه اثبات کنم که همه چیز میشه، حتی نمیشه ها. من اینا رو گفتم تا بهتون بگم همیشه نباید بهترین باشید تا شروع کنید. شما فقط باید شروع کنید.
اولش شاید شکست بخورید ولی ناامید نشید، چون اگه شکست نخورید که پیشرفت نمی‌کنید، مسیر درست رو یاد نمی‌گیرید. من هم تا امروز شروع نکردم ولی می‌خوام امروز شروع کنم در کنار شما. قسمت اول تمام شد. ما تو قسمت اول یاد گرفتیم که باید شروع کنیم تا اتفاقاتی و موفقیتی تو زندگی ما ایجاد شه. ما تو قسمت بعد متوجه میشیم که اولین قدم چیه و باید چه کارهایی انجام بدیم تا به اون شخص موفق خودمون برسیم. پس اگه ویدیوی اول رو دوست داشتید، ویدیوی دوم میتونید روز چهارشنبه از همین کانال ببینید. ممنون ازتون و خدا نگهدار.